سلام بینندگان عزیز، مخلصان برنامه‌های ورزش. تاریخ 5000 ساله کشتین ملی اجدادی ما کشتینگیری در زمان صاحب استقلالی کشور اوج تازه پیدا کرد. در این زمینه کمیته مربوط به ساحه نیز برای تبلیغ و تشویق و بهتر انجام دادن کارهای اساسی معرفی بیشتر موظف بودند و این بود که کشتین ملی اجدادی ما در عرصه جهانی نفوذ بین المللی را گرفت و در این زمینه باز چاره‌بینی‌های زیادی ورزشی در تمام مناطق کشور و همچنین در روزهای جشن ملی و دولتی برگزار می‌شوند. در ناحیه خاولنگ بعد چند روز سبقت با شکوه پهلوانان آغاز می‌گردد که این مسابقه با نفوذ بین المللی بعد جهانی شدن کشتین اجدادی ما در ناحیه خاولنگ ولایت ختلان برگزار می شود که این تشبثکاری و اقدام‌های نجیب سرور معظم ملت برای معرفی کشتین ملی و همچنین باز دیگر باره احیا یافتن ورزش‌های سنتی زمینه اساسی گذاشت. صحبت امروزه ما الکی به شما معلوم شد و فرصت معرفی مهمانان ارجمند هم فرا رسید. سرداور مسابقات بین المللی که در ناحیه خاولنگ روزی 30 اپریل سال روان برگزار می‌گردد، صدرالدین عابدوفان که شما را خوش آمدید می‌گوییم. و در برنامه امروزه ما سرمربی منتخب کشتین ملی کشتینگیری خورشید عبیدالله هم اشتراک دارند که شما را هم خیر مقدم می‌گوییم. و ابتدا شروع می‌کنیم از همون لحظه‌های هیجان، از همون تاریخی که در خاولنگ همین کشتین چگونه رشد کرد و بعداً همون سلاله‌هایی که اوج تازه گرفتند و شهرت و نفوذ پیدا کردند و این عنعنه‌ها الکی به سطح جهانی برآمد. البته با تاریخ از تاریخ نظر کنیم، همه در روز زمان نی کشتین یک جهتی خاصی خود داشت که کشتین وقتی که سر می شود از دیه به دیه بین یک جماعت بین یک ناحیه بین یک منطقه هم خیلی وسطی تا جمهوری بیرون از اون میرسد. سالهای پیش البته سطح کشتین به این درجه هایی که امروز ما در بین المللی یعنی که شاگردا برآمد میکنن به این درجه نبود. فقط در ناحیه خاولنگ که ما از سال 79 اینجا نیم در اونجا با ساحه سپورت سر کار داشتیم، کشتین ها معرکه های نوروزی میگذراندیم در روزهای عید، در روزهای یکم مای که دیگر جشن هفتم نوامبر دیگه همون سالهای پیش هم خیلی بسیار کرد. بعداً هر یک دهه با خودش کشتین میداد. مثال سلاله کشتینگیران وقتی که ناحیه بین خاولنگ میشید، اودینیف یعنی که اکای مینوج، اکای احمد، اودینیف سوار سلاله اودینیف ها بودن کشتینگیرای بهترین. بعد سلاله حکمتوف ها بودن، شادران شیرالی حکمتوف، راوف حکمتوف، خورشید حکمتوف، یا که سلاله سید احمدفا یعنی که باباجان سید احمدوف، دوداروش کشتین سلطان کشتین خوب میگرفتن. و بعد سلاله داودوفا بودن، داود و قربان علی و داود و محمد سلیم. همین پهلوانایی بودن که هر یک ناحیه با خودش یک سلاله داشت. در این مختار اگر چکنیم مثال خالف اکای محمد پهلوانی خوب بود، یعنی قوت فا بودن. دهه جانبخت بگیم اگر حسین پهلوانا برادران حسن حسین بودن، خالق فا. سلاله میرزا شریفا بودن، پرویز یعنی که غلام جان نوا بودن. کشتینگیرای بهترین که عنوان درجه ورزشی استادان سپورت بودن، رحیم سفرعلی بود که بسیار پهلوان بهترین بود. خب باز اونجا پهلوان بهترین از قشلاق ما دهه خانقا پهلوان کلان سالتر تای محمود میگفتن که همون گوشتین اون کسا مثال انتظار بودن که اکای سای محمود که به میدان میبره بود دیگر پهلوان ها فرزنده هایش ایو عبرت میگفتن. از دهه دوروی بودن هم خیلی استادان ورزش، شادروان شوالی عمر استاد ورزش بود.
خب اولای و خورشید عمرов بود بعد اولای سیمومین ها بود معلم علاءالدین میگفتن امردین میگفتن یعنی باز اینجا نورخان پهلوان حاجی سید قاسم پهلوان یعنی خورشید جبار پهلوانایی بودن که درجه ریسپوبلیکایی گشتین یا که این جامی حسن یک از همین یک دیگه خورترین یعنی جامی حسن در گشتین سامبو دو مرتبه در جهان سزاوار جای داشته یک مرتبه در بین جوانان یک مرتبه در بین کلان سالان چند مرتبه غالب مسابقه آسیایی هستند ای دیگه خورتن یا که رحیم زینی معلم خیلی پهلوانی خوب بود از سویت قشلاق لاهوتی که امروز هم چهاربنی در همونجا میزگرد رحیم و رحمان علی گشتنگیری بهترین بود در همون نوحیا تمرین میکن در همونجا تئوری میدن که بعد در سطح کدام پهلوانی که این منطقه مثال خطلان میومد یا که بدخشان میومد یا که شهر دوشنبه میرفت قطعی هم جای برگشت نبود ننگ ناموس همین دیه ها و همین نوحیا قطعی هم قوزمویی میکردن تشکر ننگ ناموس همون حفظی ناحیه یا جماعت اطرافی که بود یعنی قدرشناسی به همون میدانی که بود بیشتر رجوع میکرد یعنی یک مهمونی که به خوالینگ میرفت هیچگاه پهلوانان این منطقه نمیگذاشتند که جایزه عالی جایزه ارزنده را آنها صاحب گردند و میدان یعنی که به مهمانان باقی ماند این بسیار یک ننگی بزرگ را افاده میکند و امروز ما همین کاسته شدن همین لحظه ها رو بیشتر میبینیم ما اطراف این موضوع اندکی بهتر برمیگردیم این یک نوع همون عنعنات سلاله اجدادی ما بود که محبت این در قلب ما همیشه شریان دارد و مخصوصا چرا انتخاب در خود ناحیه خوالینگ شد این هم الکی به همین خاطر بود که امروز چون شما اشاره کردید بیان داشتید الکی بیش از 30-40 نفر اون چهره های نمایان و ورزشگران معروفی که در سطح جمهوری هنرنمایی میکردند از همین ناحیه به کمال رسیدند این بسیار خوب است ما برمیگردیم به اون موضوعی که امروز خیلی مردم توجه دارند یعنی در خوالینگ مسابقه نخستین بین المللی در همون منزل های در منطقه های اساسی در کوه دامن در میدان سبزپوش خوالینگ برگزار می شود و این چگونه صورت می گیرد ابتدا خورشید میخواست یا شما هم می توانید ابراز سخن کنید در حقیقت این گشتین برای شخصا ما شخصایی که متصدی این ساحه هستیم و ورزشگرانی که مثال از همین منطقه از جمهوری مثال برآمد میکنند ما باید که دویما حرکت کنیم تمام هستیمون تمام مهنت‌های کردگی نتیجه سالانمون در همینجا باید که به سطح بلند نمایان کنیم که یگان کمبودی نشود برای اینکه در این مسابقه علاقه مهمانان از همسایه ازبکستان میان دستای دعوت شدگان از قزاقستان دعوت شدگان اینجا حضور دارن از فدراسیون روسیه حضور دارن یعنی که از برادرای ایرانی هم دعوت شدگان ما باید که تمام مهارات کردانی ما در همینجا یاد نشان بدیم که پهلوانای ما یعنی که سزاواری همین شاهجویزه و سزاواری همین خیلی مسابقه‌های بین‌المللی هستند امروز البته ما با شخصانی که همین گشتین ملی را به همین سطح بین‌المللی آوردن دویما پیش آنها سر تعظیم فرو میاریم همچون یک اختصاصمند که همین گشتین ما را گرفته به همین سطح آورده رساندن این در دست ما مربی‌ها و ما ورزشگرا و ما مخلصا دادن باید که امیره یعنی که حرمت شو و عزت شو بجا بیاریم 100 ساله ها 1000 ساله هایی که چون تاریخ ثابت میکند چون این رویدادی که در زمان صاحب استقلالی کشور به عمل آمد نبود و اینجا بسیار خدمت های شایسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و همچنین در طرح باز هم برنامه‌های جدیدی رشدیابی ورزشی ملی ما و لباس‌های ورزشی معرفی گشتین ملی در تمام سیاره و با نفوذ جهانی برآوردن آن خدمت شایسته رئیس شهر دوشنبه رستم امام علی هم بقایت زیاد است که واقعا امروز برای ما این یک بزرگترین نعمت
زمان صاحب استقلالی کشور محسوب می‌یابد. این پدیده را شما چگونه بیان می‌کنید خورشید؟ ولی خیلی استاد قید کردن این مسابقه که در سطح بین‌المللی کشتی ملی که سطح جهانی راه یا کشتی ملی بین‌المللی شد، این چهاربینی هم چهاربینی بین‌المللی است. هر کشوری که میخواهد یا که میخواهد که اشتراک کند در چهاربینی ما آزاد است، مسابقه بین‌المللی میتواند که اشتراک کند و آمادگی دسته جمهوری هم از تمام مناطق سراسر جمهوری خوب است در این چهاربینی و ما با تمام مربیان هم در تماس بودیم و در این مسابقه سطح بین‌المللی ورزشگران خوبی ناحیه ولایتشون رو با این مسابقه سفربر میکنن. میبینیم که باری اول چون گفتیم که در میدان باشکوه حالا کارگردان میتوانند این لحظه رو که مردم چگونه یک استقبال صمیمی دارند، مردم چگونه با یک محبت و صداقت پیوسته به مکان برگزاری مسابقات می آیند. امروز هم در فضای آن همون زیبا میدان سبزپوش برگزار گردیدن این مسابقات، هرچند گویم که باری اول نیست، این اشتباه هم نیست، در جماعت دهات دهنه و از این پیشتر هم 2 سال پیش در همین میدان باز هم گشتین ملی در سطح بلند برگزار شد که از روسیه و از ازبکستان بودند. اما با طرز برگزاری این مسابقات امروز شما توجه خاصه کردید، یعنی اون عنعنه‌های پیشتر بودن که بدون وقت بدون باز هم وزن امروز ضرورت به میان آمد که در یک چارچوبه مشخص رقابت ها صورت گیرند. در این باره چی نظر دارید؟ البته امروز ما حرف میزنیم که گشتین ملی گشتین تاجیکی ما یعنی سطح جهانی گرفت. وقتی که سطح جهانی گرفتن ما این با خود یک یعنی که راه خود یعنی که یک قاعده و اصول های خود دارد. مثال در گشتین چی مثال پهلو نبود، بدن نبود، یعنی که طرز خال دادن چی نبود، که همه این رو با یک ترتیب آورده به همین چارچوبه که رسما امروز ما در سطح همین مسابقه علاقه ما وقت رو باید مایند اول پیش همه که یک پهلوان در تمام مسابقه بین‌المللی یا گشتین سنبا یا زودو 4 دقیقه 5 دقیقه وقت داره مهلت. از آن جمله در گشتین ملی ما 5 دقیقه وقت داره. اگر حالتو که گشتین بسیار دوام کند مثال با وقت الهاگی داده می شود. ما با همین خلاصه میگیم در همین گشتین پهلوانا 5 دقیقه گشتین گیرن، بعد 5 دقیقه با پهلوانا میشه که برای شوجویزه و با تو شوجوزوی کمونه یعنی که گشتین میگیرن با معین کردن با شوجویزه کلان مثال اساسی برآمدن یعنی گشتین میگیرن مثال اینا را 10 دقیقه معین میکنیم. بعد در شوجویزه اساسی که وقتی که ماشین و چیزا از دیگر دولت ها میان با هم یعنی فرماندهی میکنیم که مهلت گشتین ما 15 دقیقه است. در 15 دقیقه اگر یعنی که کسی پرتوف کرد حلال حسابیده میشه یعنی که غلبه داده میشود. یعنی کسی که پرتوف کرده نمیتونه یعنی گشتین دورنگ حسابیده میشه. با همین خاطر ایرا ما در این حاضر تاکید میکنیم همه ورزشگرا همه مربی‌ها را که در حالتی نشه که وقتی معین شدت با اخیر برسه بعد گپای الهاگی شوند. همین گپایش که در کار نیست. سلامت باشه. دسته یکچین تاجیکستان نکن بین مسابقات چگونه سفر برمی شود؟ بعدیانی که هیئت مکمل جدا الکی راه خود را مطلب خود را و نقشه های مشخص خود را با مسابقات سطح جهانی باز هم قوی تر کرد. در این زمینه اکنون دسته یکچین در چه حال قرار دارد؟ دسته یکچین گشتینگیری هم بعدی مسابقه چمپیونات جمهوری تاجیکستان معین کرده شد و آنها با مشق‌های 2 وقته که سحر و بگاه بوده با مشق‌های 2 وقته برای آمادگی در مسابقه‌ای که در پیش مسابقه چمپیونات آسیا داریم، در ماه سپتامبر چمپیونات جهان داریم، در ماه ایون جام جهان در فدراسیون روسیه داریم. دسته یکچین هم در یک حالت خوب قرار دارد و بعضی ورزشگرانی است که از این وزن به دیگر وزن گذاشتند. ما در حالت بعدی چمپیونات آسیا شاید که برای معین کردن دسته منتخب برای چمپیونات جهان مسابقه جمهوری تاجیکستان را گذرانیم
و باز معین کنیم مسابقه ورزشگران خوبی جمهوری را به دست بیاریم برای شامل کردن به تیم منتخب و برای اشتراک کردن در چمپیونات جهان اوید به گشتینگیری. و چقدر که شما قید کردید اوید برای قاعده ها در مسابقه های گشتینگیری که در میدان ها بدون مسابقه های رسمی در نظر دارید، بدون وقت، بدون بدن پهلو میگذرد، خالگذاری میگذرد، این هم با سپارش رئیس فدراسیون بیگجانزاده لایق سپارش داده شده است و با همکاری مربیان معلمان گشتین ملی دانشگاه تربیت جسمانی و فدراسیون گشتینگیری در نقشه است که این چاره‌بینی ها هم با یک نظام معین درآورده شود و این هم در نظر است که به قریبی آماده می شود و پیشنهاد مخلصان کرده می شود. تشکر زیاد. یک نکته دیگر است صدرالدین عابدов. اگر ما یک باره با امتیازهای بدن و پهلو توجه کنیم با رفت مسابقات یکون تاثیر میرساند یا تنها شما در اینجا حلال بودن پهلوان رو ثابت میکنید با این نوبت میگیرید و خلاص؟ در این مسابقه ما قطعی شخص متصدی مسابقه زندگی مصلحت کردیم برای که تا امروز مسابقه سطحی بگیم که در ناحیه گذشتگی مسابقه بگیم گشتین ملی بابایی را ما فقط حلال شد پرتافت حلال را حلال حساب میکردیم، دیگر رو حساب نکنیم. به همین خاطر تا چخیلی که خورشید جان گفت زد تا یک مدت معین که معین کنه فدراسیون که مثال پرتافت های پهلو را یا که بدن با اینابت گیرین تا اون وقت به همون چیزی یعنی که قدیمی بابا درست. من با فکر شما راضی بودم، میتوانم، چون که مردم برای قبولی قبولی ان همین پیشنهادها آماده نیستند. اونجا 20,000 30,000 آدم نه از سال 2021 به حسابی اون کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی که 17,650 автомашинаи сабукрав вориди ноҳияи ховалин шуд ба истиснои он нафароне ки дар ховалин меҳмон буданду баъдан ба макони баргузории мусобиқот омаданд ки ин аз ҳисоби дар як автомашинаи сабукрави ки 4 нафаро агар ҳисобида шуд шумораи умумии иштирокчиёни мусобиқот 70,654 нафарро дар бар мегирад ки ин ягон навъи варзиш, ман фикр мекунам на дар тоҷикистон балки дар дигар минтақаҳо ин анъанаҳои миллӣ, ин урфу одатҳои суннатии мо бесобиқа аст. ман фикр мекунам ба ҳамин хотир мардумро ҳоло шигифту саргардон кардан лозим нест. من اندیشه شما رو کاملا طرف دارم. با توجه مخلصان هم میرسونیم که ابتدا بدن و پهلو البته اینجا هم از روی نظام و شکل درستی مسابقات خیلی مد اول است، اما مردم امروز مشتاق آنن که همون عنعنه‌های سنتی ما صیقل یابند. آهسته آهسته ما به این مرحله خواهیم رسید و در مورد مکافات‌هایی که داریم ما میتوانیم حالا با بینندگان با مخلصان باز هم شرح و توضیح مفصل دیم که در قوازمایی مساوی امتیاز مکافات هست یا نه، تقسیم بندی تحفه ها چگونه می شود؟ در حالتهایی که مساوی می شود همون ارزش تحفه که مثال اگر یک تا اشتر ماندگی باشند یا که یک تا اسب تحفه باشد یا که مثال ماشین سبکرو در وقت مساوی کردن با اون تحفه اون اشتر یا که اون ماشین سبکرو با اون دادن نمی شود، یعنی که یک قسمی دیگری تحفه با اون کسا یعنی که گوشتینشون نظارت میکنیم، مهارتشون به نظر گرفته میشه، تحفه داده میشه. سطح ورزشگر مثال مهمانان میگن که در اینا در مسابقه ناحیه کویبش ما رفتیم، پهلوان از منطقه ایران بودن، همون پهلوانانی بودن که جایزه داری گوشتین زودوی جهانی بود، همجا گوشتین گرفت. و البته این چیزا رو با این نوبت میگیریم که امروز با از فدراسیون از قزاقستان از ازبکستان چقدر پهلوانان میان
البته ما به چی نمیمونیم مورم توفه یکی چی دودا میتونیم سلامت باشید. چون ما از سطح جهانی گوشتین حرف میزنیم کاری امروزه داوران هم باید موافق مطلب باشد. در این زمینه فدراسیون چی نقشه دارد؟ در این زمینه فدراسیون گوشتینگیری برنامه رشد گوشتین رو با همکاری کمیته کار با جامعه و ورزش نجم جمهوری تاجیکستان با مقامات حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کردند و همه چاره‌بینی هایی که باید آماده سازی دسته منتخب از سطح دهه سر کرده تا به ناحیه، از ناحیه به شهر، از شهر به ولایت همه در نقشه است. پیشنهاد شده نقشه این چاره‌بینی ها و مربی هم آماده هستند و مسئولیت مربی هم در از دهه سر کرده تا ناحیه دوچند زیاد شد برای آماده کردن ورزشگران ناحیهشان برای سطح مسابقه جمهوریوی و در سطح جمهوریوی برای سطح بین المللی آماده کردن. این همه در نقشه ریزی کرده شده است. و من کاری داوران رو میخواهم که در مسابقاتی که در خوالینگ برگزار میشود اینجا اندکی در این باره اندکی مفصل تر معلومات میدادید. از جانب فدراسیون گوشتینگیری جمهوری تاجیکستان با مسابقه سطح بین المللی ناحیه خوالینگ زیاده از 6 نفر داورانی که 2 نفر داورانی بین المللی که یکمین داورانی هستند که اوید به گوشتین ملی عنوان داوری درجه بین المللی دارند و 4 داور دیگه داوری سطح جمهوریوی 6 نفر در عموم داوران به منطقه ناحیه خوالینگ در این چاره‌بینی از جانب فدراسیون سفربر کرده می شود. تشکر زیاد. وقت محدود شد. این خوب است چون که تأثیری بعدی رقابت طولانی خواه نخواه در مسابقه های آینده در فعالیت ورزشگر میرساند، تأثیری بعد میرساند. اکنون هم قدم زمان بودن لازم. عصر 21 شد. البته ما یک چیز همجا قید کردیم که ما سالهای پیش برای یک مسابقه سطح بین المللی اشتراک کردن از تاجیکستان با روسیه می رفتیم، با امریکا با دیگر جاها می رفتیم که بعد یک مسابقه سطح بین المللی اشتراک کنیم. این قدر رسخوده و این قدر امروز در هر یک بگیم که ناحیه ما علاقه همین مسابقه سطح بین المللی یک گذرانده استادیم. باید هر یک ورزشگر حرکت کنه که چی زحمت کشید در دوام سال، چی تیاری دید امروز در همین مسابقه سطح بین المللی با پهلوانای مثال نو بسته از جمهوری ازبکستان است، قزاقستان است یا که ایران و روسیه است، یعنی که قوازمایی کنه که یک درجه تئوری خیلی علاقه در همین جا یعنی که معین کنه که در مسابقه بیرون از جمهوری ما میریم در کدام سطح ما قرار داریم. این بهترین چیز است که ما اگر در یک دسته از تاجیکستان رود همگی 10-12 نفر میره، امروز در یک مسابقه بین المللی خود جمهوری ما اینجا 100 نفر 200 نفر ورزشگر ما علاقه قوزمایی میکنن. این یک چیزی هست که برای ما از همه بهترین چیز است برای پیشروی همین ساحه، یعنی مفید است، مهم است، هم مفید است. بعد یک نکته دیگر هم بسیار مورد توجه است. ما ابتدا نیروسنجی ها رو از نورسان شروع میکنیم. بعدا از اون 10-12 ساله هایی که هست میگذاریم به 15-17 ساله ها. بعدا به مرحله سوم توجه میکنیم که از 17-18 بالا علاقه به مرحله دیگری پهلوانان بزرگسالانی میانه درجه ورزشیشون میانه هستند. یعنی این انانه های بابایی ما، این انانه های اجدادی ما، این گوشتین خوالینگ با همه پهلوانان امکان میدهد که بله با میدان بیایند. بسیار واسطه اول درجه برای قوی کردن محبت گوشتین در نهادی آن همان نورسان و جوانان آینده کشور است. این تدبیر رو من فکر میکنم سرور معظم ملت که سال 2015 در ولایت سوخت تاکید کردن بسیار هم با مورد و فلسفه بسیار هم غنی دارد. البته ما علاقه ما این یک چیزی خودش به این نوبت گرفتیم که از ساعت مثال 9 تا 10 و 11 بچهای خردسال گوشتین میگیرن، بعد اون بعد با میان سال گوشتین، بعد پهلوانای سطحی مثال کلان در درجه بالا در برابر گوشتینگیری این نورسان همه اینها
باز مکافاتانیده می شود. البته هر یک کدام ما مکافات میشه. بعدا با موجه بنقشه گرفتگیم این استادانی که امروز ما سابقه‌داران هم دعوت میشن. شاگردان ما که نام آنها را بسیار شنیدگی خود اونها را دیدگی نیستند در اینجا دعوت میشوند. همه ما یعنی که معرفی کرده میشه که مثال محمدالله عبداللهیف یا که سعدی مهدیف ایوادی رشت یا که احتم رجبов از شهر دوشنبه در وقت قوازمایی چخیل با کدام عنوانات یعنی که دولت ما را ملت ما را بلند برداشتن که همون جوانان این دیده با علاقه چند مراتب چند یعنی که یک هم گوشتی چی میکنن هم استادا رو میبینن تبلیغ میشود محبت مردم نسبت به سابقه‌داران نسبت به دورنمای ورزش بیشتر میگردد صداقت انمین ورزش های سنتی در نهاد جوانان باز اوج تازه پیدا میکند تربیه میشود. البته ما با اونجا گفتیم که پهلوانایی که مثال امروز در از پیش ما مسابقه جودو جهانی داریم بعضن در این مسابقه ممکن یک خلاش تا کم تا چی شود ما هم پهلوانای شناخته را دعوت میکنم. من خودم شخصا با دعوت کردم با مخصوص با آنها دعوتنامه چی کردیم که حتما اشتراک کنن اگر چی قوازمایی هم نکنن میانی که با اونها یک مهمانی فخری با یک توفای یعنی خاطره با پیشنهاد میکنیم تو همون فرزندای ما تو همون مخلصا بدونن که یعنی که رحیموف تیمور کی بود کی است در کجا است این در پیش ما یا که خواجه زاده بیروز یا که مثل کامران شوی استوپریون دیگه پهلوانایی که تو امروز ملت ما را معرفی کردن یعنی که ایستادن از پیش بینن باور کنید که بعضا مخلصا هستند که ما مربی هستیم ما هستیم قوتی ما از ما ممکن بلندتر میدونن که مثال فلان پهلوان در فلان سال با همین اصول حل و کلا فلان پهلوان یعنی که در همینجا پرتوفت حلال کرد یا که لالخان پهلوان با اصول سری کیت سری اوستین تمام حرفای خودش یعنی که چخیل با تخته پشت یعنی که غالی میبرامد. البته اینها رو وقتی که امروز اونها وتران های ما یعنی که سابقه دارای ما هستند ما اینها رو دیدیم البته مهارتشون همه چیزاشونه که شاگردان ما یعنی که این بولیسای خود نسل نواس دیدنشون خوبه یعنی از پیش با اونها یک درس عبرت. یک جهت هوسمندی اون است که در دور اول صاحب یک انعام می شود در دور دوم این انعام ارزشش یک برابر زیاد می‌گردد. در مرحله سوم باز انعام اول و دوم از این افزونتر دو سه برابر افزون میشه. هر قدری که بالا رفت همان قدر تحفه انعام قیمتش بالا رفتن میگیرد تا با автомашина ایستا بگیرد. این همه شکر از نعمت صاحب استقلالی شکر از این قدر غمخوری های سرور معظم ملت که بسیار هم برای پهلوانان مخصوصا برای ورزشگران و برای اون چهره هایی که گوشتین ملی را دوست می‌دارند بسیار هم خدمت پدرانه و شاهانه و بزرگانه و عارفانه و واقعا هم یک صحیفه که تاریخ نظیرش رو یاد نداشت. چرا امیدواریم از گوشتین خوالینگ؟ امیدواریم من یک چیز قید کردنی هستم که خیلی که درباره تاریخی گوشتین گپ زدیم از یک دهه به دهه دیگر همین پهلوانای ما امروز در سطح جمهوری علاقه در دستای کچین گوشتین ملی و سمبل اردوگاه جمهوری هستند باید که همین ننگ ناموس همینجا نشان تیان. مثال یک چیز عادی گفتم که آدینه احمد وزنش 60 کیلوگرم بود یعنی که میر جمعخان از ناحیه میمناباد می اومد وزنش 140 کیلو بود یکی جای ننگ ناموس ده میگفت معلم خیلی کنیم خیلی معرکه این پهلوان اومده است مرحمت گرفتن قطعی دو مراتب قطعی هم کس کرده انا بیس فکر که 60 کیلو ده کجا میسته 140 کیلو ده کجا میسته یعنی که ننگ ناموس باید که هر یک پهلوان هر یک شهروندی مثل ملتی ما با داشته باشه که در اون مشکلی هست درست است مشکلی گران وزن ها امروز پهلوانان کشورهای همسایه می آیند مکافات های عالی را البته صاحب می شوند چون در ابراز اندیشه شما که اون وزنی از همه خورتر و گرانترین وزن سبقت میکرد اونجا ناموس بود اونها نمیخواستند که آن همین میدان خوالینگ یا میدان شهر دوشنبه یا میدان ترسونزاده و میدان باختر با بیگانگان باقی ماند تا به نقطه آخر مبارزه میبردن تلاش میکردن حالا این در نهاد
پهلوانان گرانوزن ما به عزت نفس آنها رسیدنی نیستیم ولی چندان شریان نمیکند باید چنین نباشد خورشید بله چون خیلی شما قید کردید از جهت آماده نبودن ورزشی اموتا با سبقت‌های سطحی بگیم که ورزشگرانی که از دیگر خارج از همسو یک کشوری ما از ازبکستان یا که ایران میبیان ما نمیتوانیم اشتراک کرده و اون چیزی که غرور ملی که باید اون رو بیدار کند اون رو به نظر اون برای گرفتن نمیشود که مقصد این از دیگر کشور و کشور ما اومده است. من از نام کشوری خودم برآمد کرده خیلی در شهر باختر به همگان معلوم است فردوس نسیموف در بگیم که ریتینگ نه اونقدر ورزشگری که در سطح ریتینگ بین المللی باشد لیکن بالای همین نگاه نکرده آمده با پهلوان خوبی ازبکستان و گوشتین خوبی هم نشان داد هرچند قدرت اون رو امکانیت اون رو زدن نداشت برای وزنش هم سبک بود و اون ورزشگر جمهوری ازبکستان در فرم امروزه ورزشی خوب قرار دارد لیکن آزمایی کرد تا امکانیت داشته خود رو استفاده برد در این چاره‌بینی ما کم داریم در این چاره‌بینی های خودمان در وزن گران وزن چاره‌بینی ورزشگرا کم داریم جوانان رو باید تربیت کنیم نقطه مشخصی که امروز مسئولین موظفند برای تلقین بیشتر برای تبلیغ بیشتر گوشتین ملی در دیگر منطقه ها هم باید همون مکتب ورزشی مخصوصا گوشتین ملی رو با برنامه ها شامل کنند اگر ما یک بار توجه کنیم این داغ روز است در گوشتین سامبو در گوشتین جودو در نمادهای گوشتین دیگر هستند مربیان اما در گوشتین ملی ما خاصتا آن افرادی که شغل ورزند و جوانان رو در همین روش تربیت کنند نیست این نقطه فکر میکنم که بسیار نقطه داغ روز است برای تکمیل این کار البته مسئولین موظفند که سری وقت چاره‌جویی کنند البته امسال کمیته ورزش جمهوری یک اقدامی نگرفت که تمام یعنی مربیای شهر دوشنبه به خصوص در بین دهها مسابقه گوشتین ملی گذراندن که بسیار هم معقول یک پروپاگاندا با اصول ده به ده که این هم یک کاری بهترین خوبترین است که برای آینده یعنی هوسمند کردن جوانان با ورزش امیدواری ها خیلی زیاد من فکر میکنم ما رو پهلوانان گران وزن آن افرادی که میشنوند با یک حسی بزرگی وطنداری میدان خوالینگ رو که از حساب پهلوانان دیگر کشورها خیلی شکوه و شهامت میگیرد با زیبا میکنند بله البته ما بخصوص بار دیگر هم مربی‌ها و هم ورزشکاران هم مخلصا و هم آن شخصایی که امروز یعنی سابقه دارند با ناحیه خوالینگ با گوشتین ناحیه خوالینگ یعنی که انتظار میشن خوش آمدید میگیم که بیان البته یعنی که در این معرکه ما اشتراک کنن یعنی که با ما یک روحیه تازه گیریم البته که در اینجا چقدر که قید کردیم چند بارم گوشاد مهمانا از تمام گوشهای جمهوری و بیرون از جمهوری هستند یعنی که ما حرکت میکنیم معرکه ما با سطح در کاری با سطح بلند دارد بسیار با منفیت کار است اینجا هم یک نقطه دیگر بسیار هم نازک بینانه باید بیان گردد یعنی در خصوصی پهلوانانی که ناکامند و دیگر باره به میدان می آیند این کمال فتوت و جوانمردی نیست باید در مسابقه که پهلوان یک بار شکست خورد دیگر باره به میدان البته پهلوانی که یک بار شکست خورد این باره به پهلوان به میدان دعوت کردن نمی شود با شرطی که حالت‌های میشه که سهوان میشه با خود مخلصا خواهش بسیار و تمنا بسیار داره خیلی بود در رفت مسابقه البته میبینیم سنجش میزنیم خیلی خودش موقعی این همکاری ها هستن با ما تحلیل میکنیم نوارا را بعد به نظر میگیریم و برای شاجایزه اون افراد رقابت میکند که البته از مرحله اول ترتیب برگزاری مسابقات برای تماشابینان هم بسیار مهم است الکی ما به این نوبت میگیریم همچون داوران و سرداوران روبرویان یعنی گوشتین که پهلوانانی که اقلا 2-3 نفر در غالب میبریم با ما نظارت میکنیم که همون نفرایی که غالب برآمدن درجه ورزششون بلند باشد در کدام سطح بعد ما شاهجویزه که سلیموی
بغض شاهزاده بسیار هم توفای قیمت ارزش داریم ما در این مسابقه. و گاه برادران در ناخونک با همین کار دست میزنند. یعنی شما چون اشاره کرده که 2 یا 3 نفر رو اگر مغلوب کند و بعدا نفران تصادفی با همون چی گویم بعضی سخنهای این قبیح هم نیست و زیر ناخونک خسکی آنها پیدا میشوند و در مقابل آنها غالب میآید و بعدا دعوا نمیشوند. به نظر گرفته نمیشوند. همه این البته شفاف برای شفاف ورزشگر خوبی که در میان میشینه دو میگیرد انا اونو به نظر تمام داورا یعنی از اون داوران هم خودی ما سخت داوران دیگه میگم خود شما ملکه حس میکنید این پهلوان در جمهوری در کدام جو است در وزن خودش جای اول ده یا جای دهم دسته. ایران بعد بسیارتر اینجا از باز میگم که از مخلصا بسیارتر از مربی‌ها و ورزشگران دم نازک یعنی که بسیار زیرک هستند. البته همه را حس میکنن میدونن که در همین جمعیت کمبودی شد. باوری داریم که کمیته تدارکات این مسابقات که بعد تاکید سرور معظم ملت جهت باز تلقین کردن گوشتین ملی یک چاره‌های ضروری رو در عمل پیاده می‌سازند. این متوافق خیلی زیادن. 3 جایزه این هم در رفت مسابقات با نفر سزاوار البته باز هم تقدیم می‌گردد. و چون گفتیم که رفت مسابقات کاری روزه داوران با تدریج آمدن پهلوانان تا به این مرحله جایزه با نفران سزاوار نیروسنجی کردن پهلوان غالب این هم بسیار نقطه خیلی مهم است. هم سرداور هم هیئت داوران با اطمینان میتوان گفت که از عهده کار خود میبرایند. در تاجیکستان ثبات کامل و تنتنه‌های بزرگی نوروز بین المللی چندین دفعه ثابت کرد که ما قدرت و توان برگزاری چنین مسابقه ها را داریم. برای صحبت صمیمی به شما تشکر میگوییم. سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتید. ما بار دیگر با تمام مخلصان و تمام هواداران گوشتین سنتی که پزمان آغاز این سبقت هایند دعوت به عمل می‌آوریم که روز 30 اپریل به ناحیه فیضبار خاولنگ بیایند شاهد رقابت‌های پرشدت پهلوانان کشورهای قزاقستان و فدراسیون روسیه و ازبکستان و ایران و تاجیکستان گردند و این شهامت واقعاً شهامت عنعنه‌های سنتی ورزش مردمی تاجیک گردد. برای توجهتون تشکر. برنامه‌های دیگر تلویزیونی ورزش ادامه دارند.